سلام، من میوی هستم و امروز اومدم در مورد 3 تا از پربازدیدترین مساجد آنکارا صحبت کنم. مسجد حاجی بایرام. مسجد حاجی بایرام که یکی از پربازدیدترین جاذبه گردشگری آنکارا است، به دست معمار معروف عثمانی مهمت بی طراحی و ساخته شده. قدمت مسجد حاجی بایرام به دوره عثمانی و نیمه اول قرن 15 میلادی برمیگرده. این مسجد به همراه مسجد کوچه‌تپه آنکارا از شناخته شده ترین مساجد این شهر است. و ورود حیوان به مسجد چیز کاملا نرمال در ترکیه است. یعنی اینکه شما دارین نماز میخونین، یه گربه کوچولو میاد میشینه رو پاتون و به نظر من خیلی قشنگه. در ترکیه حیوانات‌زاری یه جرم خیلی بزرگه، هم از طرف دولت یه چیز ناپسند، هم از طرف ملت. یعنی اگه اون لحظه پلیس نباشه، ملت خودشون مداخله میکنن و باهاتون برخورد خیلی شدیدی میکنن. پس از حیوانای کوچولو مراقبت میکنین. مسجد ملیک خاتون، مسجد تازه ساخته در آنکارا است که در سال 2017 میلادی افتتاح شده. نام این مسجد از بانی دانشمندی که در قرن 2014 میلادی زندگی کرده گرفته شده. این مکان که در شرق بلوار آتاتورک و پارک گنچلیک که بزرگترین پارک عمومی آنکارا است قرار دارد. مسجد کوچه‌تپه. مسجد کوچه‌تپه بزرگترین مسجد در آنکارا بوده و بین سالهای 1967 تا 1987 در محله کوچه‌تپه در قزلای آنکارا ساخته شده و وسعت و موقعیت عالی این مسجد باعث شده که به مکانی برجسته تبدیل شود. این مسجد که میتواند 24000 نمازگزار در خود جای دهد، یکی از بزرگترین مساجد جهان است و مورد قبول بسیاری به عنوان پرچمدار معماری اسلامی مدرن قرار گرفته است. امیدوارم از مطالب امروز خوشتون اومده باشه. نظرتون حتما را تو کامنت بهم بگید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.